سلام. خب 3 سال گذشت. اولین روزی که برای شروع مأموریت رایزنی فرهنگی در قطر وارد این ساختمان شده. اینجا مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هست و به قول رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر. این ساختمان شاید حدود بیش از 12 سال هست که در اختیار رایزنی فرهنگیه. زمان زود میگذره و هر مأموریتی تلخی و شیرینی‌های خاص خودش رو داره و بنا دارم که در یک سری کلیپ‌های مختلف یه سری اطلاعاتی به شما عزیزان بدم درباره فعالیت‌های رایزنی فرهنگی. اینه که سعی کردم ورود رو با شما به اشتراک بذارم، زمان حضور رو و ساختمانی که درش حضور داریم تا شما هم بیشتر با این فضای کاری، با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر و با وظایف رایزنان فرهنگی آشنا بشید. اونم در یک کشور دوست و همسایه که در نزدیکی ماست ولی با ما بسیار زیاد متفاوته از جنبه‌های مختلف، اما به این معنا نیست که اشتراکاتی با هم نداریم. اشتراکاتمون هم زیاده. ورود من به قطر با گرمترین روزها بود، یعنی مرداد ماه، و این باعث شد که من آهسته آهسته شرایط متفاوت‌تر رو تجربه بکنم و تجربه اون شرایط متفاوت برای من خودش جالب بود و یه شوک فرهنگی نه، یه شوک طبیعی هم داشت. چیزهایی دیدم که از لحاظ طبیعی من از قطر انتظار نداشتم. اینجا ساختمان رایزنی فرهنگی یا مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر هست. این فضایی که میبینید، فعالیت هایی که تقریبا میشه با یک نگاه به اونها پی برد و حد زد که اینجا برای چه منظوری استفاده میشه. البته اینم عرض بکنم که این فضا این شکلی نبوده. در این 3 سال تغییرات بسیار زیادی کرده، کارهای بسیار زیادی ما در حوزه فرهنگی انجام دادیم. تعاملاتمون با قطری ها، تعاملاتمون با ایرانیان مقیم و فعالیت‌های مختلفی رو که در این چند سال داشتیم. نمونه شما بخوام عرض بکنم به صورت کلی، هر سال یه رویداد بزرگ داشتیم. جام جهانی، جام ملت‌های آسیا و هفته فرهنگی ایران که در اواخر سال 1403 برگزار شد. هر کدوم تلخ و شیرینی‌ها و فراز و نشیب‌هایی داره که ما قصد داریم انشالله چنانچه شما تمایل داشته باشید و اعلام بکنید که کدوم موضوع برای شما جذابتر هست. وظایف رایزن فرهنگی، رایزنی‌های فرهنگی چرا تأسیس شدن، کجا هستن، چه کارهایی باید انجام بدن، چه کارهایی انجام میدن، چه مشکلاتی پیش رو دارن و ما میتونیم انشالله در مورد اینها با هم گفتگو بکنیم. این فضای کاری همکاران و کارشناسان ما هست. اینجا هم سالن ما هست که رویدادهامون رو، نشستهامون رو و برخی مناسبت‌ها رو اینجا برگزار میکنیم و انشالله در ویدیوی بعدی به جزئیات این موضوعات خواهیم پرداخت و تصاویری از گذشته این ساختمان و رایزنی فرهنگی که به خاطر کرونا و به خاطر مشکلاتی که وجود داشته و رایزن نتونسته در اینجا حاضر بشه، تصاویر گذشته هم خواهیم گذاشت که شما یه مقایسه‌ای بتونید بکنید بین قبل و بعد این 3 سال و در انشالله آینده پیشرو رو با هم بررسی بکنیم. متشکرم. خدا نگهدار.